یک روز یک کسی برای من زنگ میزنه میگه استاد وضعیت خانه ما را خراب کردی. گفتم چرا خراب کردیم؟ گفت من دیگر در خانه آمدم، خانمم در خانه یک سیدی درس شما را شنیده بود که این تلویزیون که از این تلویزیون های استعمار ساختگی، این تلویزیون است که جامعه را به جامعه فاسد مبدل میکنه. یکی جامعه ایمانساز است و یکی جامعه ایمانسوز. ایمان میسوزانه، ایمان از خانه از بیرون میکشه. پس کسی که مسلمان است باید این تلویزیون بسوزانه. اگر تلویزیون در خانه خود مان با امراض و شوق پیدا کرد، خودش خود صوبکی رفته به درس، خودش در حلقه تفسیر شیشه، خانمش که اولاداش کشتی کچ سیل میکنه، خودش در نماز جمعه آمده، خانمش و اولاداش فیلم هندی و فیلم های دیگر سیل میکنه. این خودش میخواهد خود به جمعه ایمان بسازه، در خانه تلویزیون ها ایمان میسوزانه. این از جامعه ایمان سوز. استاد میگه این کست شما را این خانم ما شنیده، همین تلویزیون از منزل سوم پایین انداخته میده میدش کرده. از مردا که در خود زنها ایمانشان قوی هست. اولین کسی که به رسول الله ایمان آورد زن بود، ام المؤمنین خدیجه الکبری. شخصیت عالی داشت. من برش امیر گفتم بله خانم تو از تو که ایمانش قوی هست. وقتی که فهمید که من را منکم منکرن، خودید که یک منکر بزرگ در خانه ما این تلویزیون مفسد است، تلویزیونی که 24 ساعت گناه را پخش میکنه. فلیغیره بیده کرد، با دست خود کرد. حال تو ایوازی که او را بگی خیر ببینی، حال آمدی میگه که چرا این کسی تا شنیدی؟ پس ببین ایمان تو چقدر ضعیف است.